به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی حقوقی در مورد اطفال شروع میکنم. شناخت ویژگی‌های اطفال بزهکار. مجموعه سخنرانی‌ها در اولین گردهمایی بررسی علل بزهکاری اطفال که توسط مجموعه‌ای از دکترها و استادان مجموعه‌های حقوقی نوشته شده و توسط مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها نشر پیدا کرده در سال 1374. اما بحث اولی که میخوایم شروع کنیم در مورد بررسی و تبیین قانون مسئولیت جزایی اطفال در قانون جزایی ایران هستش که در 3 بخش عنوان میشه. بخش اول، تاریخچه قضایی مسئولیت جزایی اطفال در ایران که سابقه مسئولیت جزایی اطفال بزهکار قبل انقلاب و سابقه مسئولیت جزایی اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی. 2. این قسمت بیشتر جنبه علمی و تخصصی دارد و مربوط است به تمییز مسئولیت جزایی اطفال از افراد بزرگسال که در 3 قسمت تشریح خواهد شد. الف، تفاوت از نظر ماهیتی. ب، تفاوت از نظر زمان اجرا. و جیم، تفاوت از نظر دادرسی. 3. در بخش نهایی نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای رفع نارسایی‌هایی که در قوانین فعلی وجود دارد ارائه می‌کردند. خب با من همراه باشید که این کتاب قانونی و حقوقی رو کشفش کنید. حدود مسئولیت جزایی اطفال. برای شناخت مسئولیت جزایی مجرمین بزرگسال به طور عام و اطفال بزهکار به طور اخص مقدمتاً بیان نکاتی ضروری که به طور اجمال و گذرا اشاره می‌کنیم. اولین بحث ما مفهوم مسئولیت جزایی یا بیان مسئولیت جزایی میباشد. اصلا می‌خواهیم بدانیم مسئولیت جزایی در حقوق چه جایگاهی دارد. در اینجا به طور خلاصه باید گفت که مسئولیت جزایی مورد نظر ما به طور عام ناشی از ارتکاب جرم است. یعنی زمانی بحث مسئولیت مطرح می شود که جرمی اتفاق افتاده باشد و پیامد جرم همانطور که می دانیم مجازات است. اما لازمه اعمال مجازات درباره هر مجرمی اعم از بزرگسال، کودک و نوجوان احراز مسئولیت جزایی. به عبارت دیگر مسئولیت جزایی نهاد و بنیادی قانونی که جرم انجام یافته را با آن پیامدی که جامعه برای آن جرم متناسب در نظر گرفته ارتباط می‌دهد و بر همین مبناست اگر بخواهیم کسی را که مرتکب جرمی گردیده مجازات بکنیم. لاجرم مقامات قضایی بایستی ابتداءً مسئولیت کیفری او را احراز نمایند. اما در قوانین جزایی قانونگذار ما مسئولیت جزایی را تعریف نکرده بلکه حدود مسئولیت جزایی را ملاحظه می‌کنیم. در ماده 49 هم به همین منوال آمده است. یعنی حد و مرز مسئولیت‌ها ملاحظه می‌شود. در حالی که ما نیاز به این داریم که مسئولیت جزایی را بشناسیم. خب بریم ببینیم که مطالبی که برای بچه‌ها آورده از چه قراره. اما چون این کتاب از مجموعه مقالات هستش، خیلی جالبه که هر استاد و هر دکتری که در این زمینه مطالعه کرده اومده و مقاله خودش رو در اینجا توضیح داده. برای بیان مسئولیت جزایی حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان کردند که در اینجا ما یکی از این تعاریف را محور قرار می دهیم. مسئولیت جزایی عبارت است از الزام شخص یا وارد کردن او به یا وادار کردن او به پاسخگویی و قبول آثار و نتایج نامطلوب عمل مجرمانه مضر به حال فرد یا جامعه. یعنی در حقیقت یک زمان قهری است و جامعه به سبب ارتکاب جرم کسی را که مرتکب جرم شده قانون جرم را مشخص کرده مجازات می‌کند و این مسئولیت جزایی به وسیله مقامات قضایی احراز می‌شود. برای بهتر روشن شدن قضیه به شرح بیشتری نیاز است. برای اینکه کسی را
مسئول بشناسیم و برای تعیین تناسب جرمش با عکس‌العمل اجتماعی ایجاب می‌کند که ما بررسی کنیم و ببینیم آیا فرد عملی را که مرتکب شده و قانون آن را جرم می‌داند به میل و خواسته خود انجام داده و یا ناشی از اراده او بوده یا به تعبیر حقوقی عمدی بوده و یا ناشی از سهو و خطا این عمل را انجام داده است. بر حسب اینکه انسان با تصمیم قبلی دست به ارتکاب جرم بزند قطعاً عکس‌العمل شدیدتری خواهد داشت نسبت به زمانی که در اثر مسامحه یا سهل‌انگاری دست به عمل مضر به حال فرد و اجتماع زده باشد. اما تشخیص این مسئله به عهده دستگاه قضایی است که بداند این عمل واقعا خاص شخص بوده و یا در اثر سهل‌انگاری و مسامحه و بی احتیاطی اتفاق افتاده. برای شناخت هر یک از این عوامل احتیاج به جلسه یا جلسات متعددی است که به جهت محدودیت به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. مسئله و موضوع دیگر احراز قابلیت فاعل جرم است. وقتی کسی از روی عمد یا خطا دست به جرم بزند می‌توانیم بگوییم او مسئول و پاسخگوی این عمل مجرمانه است که علاوه بر آن رفتار و اعمالی که انجام داده باید از نظر خصوصیات جسمانی و روانی دارای ویژگی‌هایی باشد که بتوانیم جرم را به او نسبت بدهیم. حقوقدانان این مسئله را به عنوان قابلیت انتصاب جرم بیان کردند. در مسئله موضوع بحث ما بزهکاران، اطفال بزهکار کسانی هستند که غالباً چنین خصوصیات جسمانی و روانی که بتواند تمیز اعمال و رفتار مجرمانه را بدهند ندارند. از همینجاست که وجه تمایزی بین مسئولیت جزایی افراد بزرگسال و بزهکاران جوان و اطفال بزهکار پدیدار می شود. برای درک بیشتر از مباحث بایستی به این ویژگی‌ها توجه داشته باشیم. یعنی احراز قابلیت انتصاب جرم به فاعلش. فاعل باید دارای آنچنان خصوصیتی باشد که جامعه به طور متعارف او را به عنوان کسی که قادر و توانا به انجام چنین کاری بوده بشناسد و بگوییم او مسئول است. اهمیت این بحث به قدری است که بخش دوم بحث را فرا می‌گیرد. اما با توجه به نکاتی که اجمالاً اشاره شد می‌توانیم چنین نتیجه کنیم که وقتی انسان را بزرگسال یا طفل بزهکار و مسئول می‌دانیم که شرایط سگانه را که بدان اشاره شد در وی وجود داشته باشد تا بتوانیم چنین فردی را مستحق مجازات بدانیم. این وظیفه خطیر را دستگاه قضایی به عهده دارد و جریان رسیدگی به جرم توسط مسئولان این دستگاه تعقیب می شود. در جریان رسیدگی به جرم متهم به طور موقت به زندان فرستاده می شود و اگر جرم محرز گردید مجرم برای تحمل کیفر راهی زندان می شود. اما اشاره شد به عدم قابلیت انتصابی برای کودکان و در اینجا ما سیر تاریخی این قضیه را در ایران بررسی می‌کنیم. چون اگر با این سابقه به طور اجمالی آشنا نشویم مفهومی از کانون اصلاح و تربیت برای ما مشخص نخواهد شد. ما بحثمان را در دو مقوله خلاصه می‌کنیم. مقوله اول، سابقه قضایی مسئولیت اطفال بزهکار در دوران قبل از انقلاب اسلامی و دوم، سابقه قضایی مسئولیت جزایی اطفال در قانون مجازات اسلامی. دوره قبل از به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب خود به 3 دوره تقسیم می شود. الف، دوره قبل از انقلاب مشروطیت و در اینجا میخواستم توضیح رو برای شما نخونم ولی میبینم که لازمه. در این دوره نشیب و فرازهایی وجود دارد که با آن اشاره می شود. در قبل از انقلاب مشروطیت برای قوانین جزایی که در کشورمان به مرحله اجرا در آمده و احکامی که صادر شده مدارک و اسناد مقتضی در دست نیست. اما آنچه را که میتوان از لابلای نوشته‌های صاحب نظران به دست آورد این است که در این زمان قوانین و مقررات مشخص برای مسئول شناختن اطفال بزهکار در دست نبود. در آن زمان در دوران قاجار و قبل از آن مشاهده می شود که قوانین جزایی مخلوط یا آمیزه‌ای بوده از قوانین و موازین اسلامی و فرامین و احکام پادشاهان و به تعبیری قوانینی بود عرفیه در عرفیات یا شرعیه در شرعیات و از طرفی هم اگر از طرف دادگاه‌های آن زمان احکامی صادر می‌شد به وسیله والیان یا حکام یا نواب آنها یا نواب آنها که در شهرستان‌ها بودند اجرا می‌گردید.
حقیقت از آنچه که ما امروز به عنوان تقسیم بندی حاکم در قانون اساسی کشورمان و سایر کشورهای جهان می‌بینیم خبری نبوده است. افرادی به عنوان والی یا حکام به شهرستان‌ها می‌رفتند که اگر حکمی از طرف دادگاه شهر یا عرفیه در عرفیات صادر می‌شد، به وسیله کسانی که اسم آنها فراشباشی بود و آنها نیز تعدادی را به عنوان فراش در اختیار داشتند، اعمال مجازات انجام می‌گردید و هیچ قانون و ضابطه مشخصی برای تنبیه اطفال وجود نداشت و این وضعیت تا هنگام انقلاب مشروطیت ادامه داشت. دوره بعدی دوره انقلاب مشروطیت هستش. بعد از آنکه در سال 1303 قانون اساسی دوران مشروطیت نوشته می شود، کمیسیون دادگستری مجلس شورای وقت به وزیر عدلیه اجازه می دهد که قانون جزایی را به عنوان قانون مجازات عمومی به صورت آزمایشی از کشورهای اروپایی من جمله فرانسه ترجمه کند. اولین مقررات برای تفاوت مسئولیت جزایی اطفال با بزرگسالان در این قانون با 3 ماده 34, 35 و 36 پیش بینی شده. البته این قانون در حال حاضر منسوخ ولی در بعضی از کتابخانه‌ها وجود دارد. قانونگذار در این قانون اطفال بزهکار را به 3 دسته تقسیم نموده است. 1. افراد غیر ممیز نابالغ که 6 تا 12 سالشون بوده. این اطفال طبق قانون چنانچه مرتکب جرمی می شدن مبرا از مسئولیت کیفری بودند و مطابق قانون به سرپرست یا والدین یا قید التزام به حسن اخلاق سپرده می شدند. دوم، مطابق ماده 35 این قانون عنوانی را که برای دسته دوم در نظر گرفتن اطفال ممیز نابالغ بود که 12 تا 15 سال دارند. اولی تحت عنوان غیر ممیز نابالغ و این گروه دوم ممیز نابالغ. اگر این اطفال مرتکب جرم می شدن طبق این قانون به 10 تا 15 ضرب شلاق برای ارتکاب هر نوع جرم محکوم می شدن و قید شده بود که این شلاق ها طی چند روز متوالی زده شود. سوم، افراد بالغی که قانونگذار سن آنها را از 15 تا 18 سال تعیین کرده و چنانچه مرتکب هر جرمی می شدن بایستی به دارالتعدیب فرستاده شوند. اولین دارالتعدیبی که ساخته شد در زندان قصر بود، ساختمانی که در حال حاضر ضمیمه دانشگاه علوم انتظامی می باشد. در دارالتعدیب این دسته در جای مجزا از زندانیان بزرگسال نگهداری می شدند و اگر جنایت یا قتل یا سایر جرایم سنگین را مرتکب می شدند حداکثر برای 5 سال در دارالتعدیب به منظور اصلاح و تربیت نگهداری می شدند. این قانون در سراسر کشور عملا لازم و رعایا بود بدون اینکه در نقاط دیگر کشور دارالتعدیبی فراهم باشد. مثلا در آن زمان زندان‌ها جزء شهرداری یا شهربانی بود و یک بخش را به زندان و بازداشتگاه اختصاص می‌دادند. محکومین بزرگسال، سارقین، عابرین غیر مجاز از مرز، تصادفی‌ها و کلاً هر مجرمی به آن زندان فرستاده می‌شد. پس عملاً می‌بینیم که امکان نداشت ماده 36 اجرا شود و همینطور هم شد و در سراسر کشور اجرا نگردید. اما مورد سوم دوران بعد از انقلاب مشروطیت هستش. قانون فوق تا سال 1338 تداوم می‌یابد. در این سال قانونگذار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و کانون‌های اصلاح و تربیت را تصویب می‌کند. در ماده 1 این قانون آمده کانون‌های اصلاح و تربیت در هر شهری باید تأسیس شود. مطابق با همان طبقه بندی سگانه اطفال بزهکار که اشاره شد، حتی در نظام جدید جمهوری اسلامی هم این گروه بندی هنوز منسوخ شده است. البته زیر 12 سال مبرا از مسئولیت بود و اضافه شده است که تا زمانی که این کانونها در سطح کشور تأسیس نشد مراجع کیفری کشور و زندانها می توانند اطفال بزهکار را نگهداری کنند. و پس از این قانون متاسفانه 10 سال طول می کشد تا اولین قانون اصلاح و تربیت در سال 1347 در تهران تأسیس می شود و به تعبیری بعداً در تبریز و بعضی از شهرهای دیگر نیز قانون اصلاح و تربیت ساخته می شود.
اما آنچه که در سطح کشور اجرا نمی شود قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال است، چون در این قانون بحث دیگری مطرح است و آن اینکه دادرسی اطفال حتما باید مجزا باشد و قاضی دادگاه‌های اطفال مسئول رسیدگی به جرم اطفال است که می‌تواند سه نوع تصمیم بگیرد: 1. به قید التزام به سرپرستانش ارجاع می شود. 2. عنداللزوم به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شود. و 3. اگر مرتکب جرایم سنگین شود در همین کانون در محلی جدا از بقیه آنان را نگهداری می کنند. این قانون اجرا می گردید و دادگاه ها به همین شکل رسیدگی می نمودند تا اینکه به زمان پیروزی انقلاب اسلامی می رسیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و منسوخ شدن قوانین مربوط به دوران مشروطه و سلطنتی، مردم ایران به منظور تحقق بخشیدن به احکام موازین اسلامی به جمهوری اسلامی رأی دادند. بر همین مبنا پس از تشکیل مجلس شورای اسلامی در سال 1361 قانونگذار معیار بزرگسالی و کودکی و طفلی را از مبانی شرعی گرفت، یعنی کسی مسئول شناخته می شود که به سن بلوغ رسیده باشد و قانونگذار ما طی قانون سال 1361 و اصلاحیه آن در سال 1370 که عیناً تکرار شده آن طبقه بندی سگانه قبلی را ملغا نمود و اعلام کرد اطفال به طور مطلق در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند. اما ببینیم طفل کیست؟ طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. همزمان با قانون مذکور در سال 1361 قانونی دیگر از سوی قانونگذار برای اهلیت استیفای اطفال وضع گردید. در ماده 1210 تبصره نیز اضافه گردید و در این تبصره از فقه اسلامی برای تعیین سن بلوغ استفاده گردید. بر اساس روایات و احادیثی که در دست است سن بلوغ برای ذکور 15 سال تمام قمری و برای اناث یا زنها 9 سال تمام قمری است. در مورد عواملی که باعث تأخیر یا تسریع در امر بلوغ می‌گردند نظیر شرایط اقلیمی و غیره نیز صحبت خواهند کرد. دانستیم که قانونگذار ما بلوغ شرعی را در حقیقت بلوغ قانونی مقرر داشته، اما در همین ماده 49 بعد از بیان این مسئله تلویحاً تمام مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال و اصلاح و تربیت را مجدداً مورد تایید قرار می‌دهد. چرا؟ چون میگوید اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. به این ترتیب از نظر سیر سابقه قضایی مسئولیت با توجه به طبقه بندی سال 1304 در حال حاضر تحولی در امر اصلاح و تربیت از نظر قانون جزای اسلامی پدید آمده. مثلا با اطفال ذکوری که هنوز 14 سال دارند و به سن 15 سالگی نرسیده‌اند طبق این مقرر باید برخورد شود و به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شوند. بنابر همین مقرره قانونگذار بین مسئولیت جزایی بزرگسالان و اطفال فرق قائل شده است، چون معیار مسئولیت جزایی را بلوغ شرعی قرار داده و اگر کسی به سن بلوغ نرسیده باشد هرچند مرتکب جرم شود فقدان یکی از شرایط تکلیف به نام بلوغ رافع مسئولیت جزایی او خواهد شد و چنین افرادی مبرا از مسئولیت کیفری هستند. در قسمت بعدی بحث بخشی را تحت عنوان تمییز مسئولیت جزایی اطفال بزهکار از افراد بزرگسال بررسی می‌کنیم و برای روشن‌تر شدن مطلب این بخش را در 3 بند خلاصه می‌کنیم. بند اول از نظر ماهیت مسئولیت جزایی اطفال با بزرگسال متفاوت است، چون فارق اصلی مسئولیت جزایی مجرمین بزرگسال با اطفال در مسئله عدم رشد جنسی و نرسیدن به سن بلوغ است و باید ببینیم منظور این بلوغ از نظر ماهیتی بلوغ طبیعی است یا بلوغ قانونی. و نیز باید بدانیم معیار و اساس عدم قابلیت اطفال برای نشناختن مسئولیت برای آنها خصوصیات فطری و طبیعی آنهاست یا همین حد و مرزی است که قانون برای آنها تعیین کرده است.
برای پاسخگویی چون این مسئله ریشه اسلامی دارد، بهترین راه این است که به منابع و موازین فقهی مراجعه کنید. در قرآن کریم 2 آیه راجع به اطفال وجود دارد. یکی آیه 6 از سوره نساء که ابتداءً به آن اشاره شد، یعنی معیار بلوغ را مطلقاً سن قرار نداده، بلکه مبنا را بر زمانی که این افراد به سن توانایی نکاح و آمیزش با جنس مخالف میرسند قرار داده است. در آیه 59 سوره نور نیز اشاره شد به احکام و توانایی که در جنس ذکور و اناث پیدا می شود و آن توانایی جنسی در خواب یا بیداری برای ذکور است و حالت حیض و عادت ماهیانه است برای اناث و نشانه توانایی افراد در این سن آن است که می توانند تولد و تناسل پیدا کنند. دوم، تفاوت از نظر زمان اجرا. در روایات و احادیث در زمینه تشخیص ملاک در بلوغ که آیا ملاک سن است یا ملاک بلوغ قانونی است یا بلوغ طبیعی نیز موارد متفاوتی یافت می شود که در اینجا به 2 نمونه اشاره می شود. هر 2 روایت از امام صادق علیه السلام است و اشاره کردند به اینکه بلوغ در سن 15 سال تمام قمری برای ذکور و 9 سال تمام قمری برای اناث است. در احادیث صحیح دیگر که منسوب به ایشان است نیز اشاره کردند به همان قدرت و توانایی احتلام که ملاک بلوغ جنسی است. صاحب نظران و فقهای اسلامی 2 دستند. بعضی از صاحب نظران مثل شیخ طوسی صاحب جواهر ضمن نقل بلوغ تعبدی از زمان امام صادق که اشاره کردند بلوغ طبیعی و غریزی با احتلام صورت می‌گیرد، اما بعضی دیگر مثل شهید ثانی صاحب شرایع و محقق هلی بلوغ طبیعی را همان بلوغ شرعی ذکر کردند. به هر حال در این زمینه ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار ما در تدوین این قوانین به تبعیت از قانون اساسی که تمام موازین موجود در کشور چه مدتی و چه مدنی و چه سیاسی و چه جزایی باید بر اساس موازین شرعی باشد، بلوغ شرعی و بلوغ قانونی را معرفی کرده است. در تبصره 1 ماده 1210 چون بلوغ بر حسب آب و هوا، سرما و گرما، تغذیه و شرایط اقلیمی در نزد افراد ممکن است زودتر یا دیرتر باشد و از آنجایی که ما می توانیم یک سن مشخصی را برای بلوغ طبیعی معرفی کنیم، لاجرم در همه قوانین جزایی همین سن قانونی را در نظر می گیرند. اما این سن قانونی از نظر حقوقی که قدری هم تخصصی است و به این معنا نیست که اگر کسی به سن بلوغ نرسیده و جرمی هم مرتکب شده و لاجرم اگر ادعای عدم بلوغ نمود پذیرفته شود، چون آنچه در قانون نوشته می شود یک اماره قانونی است، خلاف این اماره قانونی همیشه مجاز است. یعنی تعارضی که بین بلوغ طبیعی و بلوغ قانونی وجود دارد در تمام سیستم های کیفری به این شکل حل می شود. اگر موردی پیدا شد و فردی از نظر بلوغ طبیعی به سن بلوغ قانونی رسیده ولی هنوز به آثار بلوغ که در اناث و ذکور مشخص است نرسیده باشد، این قضیه را پزشکان قانونی کاملا اشراف دارند و تعیین می کنند و اگر تایید شود آن فرد از مسئولیت کیفری مبراست، چرا که قانونگذار معیار بلوغ قانونی را همان بلوغ طبیعی در نظر گرفته. اما چون نمیتواند برای همه افراد یک سن معینی را برای بلوغ طبیعی در نظر بگیرد، این اقدامات را انجام میدهد. اما نکته ای را که باید به آن توجه کنیم این است که چون در گذشته در قانون مدنی سن اهلیت استیفا 18 سال تمام بود، نتیجتاً این تغییر و تحول در تبصره ماده 1210 در ابتدا باعث بروز مسائلی گردید و در مراجع علمی هم نظریاتی ابراز شد و سرانجام این مسئله به وسیله رأی وحدت رویه شورای عالی قضایی مطرح شد که در اینجا بلوغ جنسی مورد توجه است و قانونگذار مرز آن را برای ذکور 15 و برای اناث 9 سال قرار داده است. اما به عنوان یک اماره قانونی و اماره قانونی هم تا وقتی مصداق دارد اشکالی ندارد و اگر خلافش باشد از طریق ادعا در دادگاه قابل اثبات است و به این ترتیب ما می توانیم از نظر علمی تعارض موجود بین بلوغ جنسی و بلوغ طبیعی را در صورتی که مورد پیش آمده به وسیله مراجعه به دادگاه حل نماییم. پس در نتیجه کسانی که
الان مرتکب جرم می‌گردند و سن آنها به بلوغ شرعی نرسیده باشد مبرا از مسئولیت کیفری هستند. اما کسانی که در معرض تکمیل شدن زمان بلوغ هستند و دادگاه احراز می‌کند که احتیاج به اصلاح و تربیت دارند، به کانون‌های اصلاح و تربیت فرستاده می‌شوند و مشکل در اینجاست که ما جز مواردی معدود در سایر نقاط کشور کانون‌های اصلاح و تربیت نداریم و عملاً و جبراً این اطفال در جایی نگهداری می‌شوند که بزرگسالان هستند و زمینه اصلاح و تربیتی را که قانونگذار مد نظر دارد فراهم نمی‌شود و آنطور که باید نتیجه مطلوب عاید نخواهد شد. هرچند که مسئولان و پرسنل زندان‌ها زحمات و جانفشانی‌های بسیاری انجام می‌دهند. البته در انتهای بحث در این زمینه نکاتی را یادآور می‌شویم. اما تفاوت از نظر دادرسی. اما سومین تفاوت بین رسیدگی به جرم اطفال با بزرگسالان از نظر دادرسی است. روش دادرسی اطفالی که برای بار اول مرتکب جرم شدند، اصولاً چون این اطفال طبع لطیفی دارند و احتمالاً دچار فریب خوردگی و اشتباه شدند، اگر به همان نحو که با بزرگسالان برخورد می شود با آنها نیز به همان گونه مواجه شویم، این احتمال می رود که راه اصلاح و تربیت مسدود شود. به همین جهت است که صاحب نظران و مسئولان برای اطفال بزهکار کیفرخواست صادر نکرده و قرار مجرمیت نمی نویسند. قاضی دادگاه اطفال بعد از اینکه در حال طفل جستجو کرد ممکن است یک نامه به سرپرست او بدهد یا اینکه او را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد. یعنی در حقیقت قاضی دادگاه اطفال دیگر رافع و مانعی را بین خود و طفل بزهکار نمی بیند و با او صمیمانه برخورد می کند. و طفل متوجه می شود که اگر به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شود به چه منظوری بوده است. برای آگاه کردن وی این مجازات را در نظر گرفتند. اما موضوع بحث بعدی بررسی بزهکاری اطفال و نوجوانان از 3 بعده. 1. بزهکاری اطفال که به مثابه رفتارهای نامتعادل و بیمارگونه است و انواع این رفتارها و اعمال خلاف قانون. 2. انگیزه‌های اعمال مجرمانه. 3. شیوه برخورد و به اصطلاح قضایی دادرسی اطفال. همانطور که مستحضرید بشر بدین دلیل مدتی و طبع است که یا مدنی و طبع است که در زندگی اجتماعی زمینه تعالی افکار، برخورد اندیشه ها، رفع نیازها و اساساً موجودیت بشر در برخورد با هم نوع شکل می‌پذیرد. آنچه که مسلم است جرم به مثابه یک رفتار خلاف عملی است که با ارزش‌های حاکم در یک جامعه تعارض دارد. به همین دلیل از قدیم الایام جوامع در برخورد با این نوع اعمال حساسیت ویژه و مشخصی ابراز می‌نمودند. حضار محترم اشراف و وقوف کامل دارند به اینکه جرایمی مانند قتل، سرقت و جرایمی برخلاف ارزش‌های عقیدتی در زمره اعمالی بوده که بشر از ابتدا نسبت به آن حساسیت داشته است. ما در بررسی جرایم به 2 نوع جرم اعتقاد داریم: جرایم طبیعی و جرایم مصنوعی. جرایم طبیعی آن دسته از جرایمی هستند که از ابتدای تجمع بشر در زندگی اجتماعی اتفاق افتاده است، مثل سرقت، قتل، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه نسل و از این قبیل. در کنار این نوع جرایم طبیعی اعمالی هستند که به علت تحول صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و به عبارت نزدیکتر و قریبتر به زمان ما جرایم شهودی مثل جرایم راهنمایی رانندگی، کلاهبرداری، جعل و امثال آن به وجود آمده است که به جرایم مصنوعی معروفه. عمده‌ترین جرایمی که اطفال مرتکب می‌شوند در الگو پردازی همانند بزهکاری بزرگسالان است: جرایم علیه اموال، جرایم علیه اشخاص، جرایم جنسی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرایمی مانند مواد مخدر و امثال آن. خب من دیگه فرصتی نمی کنم که بیشتر از این براتون از این کتاب بخونم و این کتاب هم جالبه در مورد مشخص کردن انواع جرم‌های اطفال و امیدوارم در جامعه‌ای زندگی کنیم که اطفال ما به این سمت کشیده نشن، نه تنها اطفال و بزرگ، حتی بزرگسالان هم همینطور. امیدوارم جامعه‌ای پر از صلح و
رفاقت و دوستی داشته باشیم. از اینکه با من همراه بودی سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.